کنین ماشاءالله الله قبول کنه دعا کنین خداوند امید روزی بود خواست آمدی خونش با انشالله که قبول میکنه دعا که داخل بچه‌ها برادر بچه غریبن بچه‌های غریبی دعا که داخل خداوند همیشه نگهبان تو باشه در ملک غریب خداوند ای بالای زمین و آسمانی تهمت ناگام وسوسه شیطان آمین بالای آخر زمان خودش نگهبان باشه آمین چی آرزوی داره جامعه عمل بشه خدا جان دعا میکنیم که همه وقت در ماه رمضان همجا بیاین زیارت حاجی شین خداوند هشتون قبول کنه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتك السلام علیکم و رحمت الله يا بيت الله يقول خلينا نفتح له اینا بابی جان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته چه حال دارین بابی جان مبارک شما زین و هم یار دوستایی که ما رو گفتن که سلام برسونید و هم گفتن که اینای ما زیارت کنید اینای ما دعا کنید در حق ما دعا کنید در حق همه خود دعا کردید پروردگار بازم شما مراد مسئله که در دیر توی بابی جان سلام علیکم برادرای عزیز هر یکی دوری خودش داره همین خلاص است داره یک زمانی بود که ما فقط در صحنه ها در خوشحالی خلق در توی معرکه ها شکر خدا هزار ما بی عدد شکر میگیم که اینا با این روزا هم رسیدیم پیغمبر خدا در جای اجابت دعا اینا در مسجد پیغمبرمون محمد صلی الله علیه و سلم استاد اینا یک دعای نیک بری ملت بری خلق بری دوستا بری برادرها یک دعای نیک خدا تو بود میگه هر چی خدا خواست تمام میشود هر چی خاصی نام میشود این روز فضل خدای مهربان در مکان مقدس همراه دوستان جان حاجی ما خوردیم امید داریم دعا میکنیم که اولا تاجیکستان عزیز ما را خداوند بازم گلگل شکوفان بگرداند سرور دولت و اهل آن کسانی که برای ملت و وطن میهن خدمت میکنند الله جان مهربان از جمع بلاها و فتحا نگهبانشان باشه خداوند برکت بسیار در تاجیکستان عزیز برای مردم ملت ما برای خاندان ما خاندان فرزندان حاجی دوستان جان و الله عزوجل و اکرام هر چیزی که در قلب ما هست مراد و مقصد دنیوی و اخروی پروردگار برآورده خیر بگرداند از وجه حلال خوردن و نصیب ما و نصیب شما بگرداند بسم الله اللهم انت سبحانك بسم الله الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار ريال انا لا 5 ريال لا فايده 5 ريال چند پول میشه 5 ريال چند پول میشه جای صورت کردگی رسول الله محسیس ساختن وقتی جده که انگور خودند همیشه انگور میفروشند یعنی که اینه خیلی میوه میفروشند 5 ريال 3 تا لا فايده يا طبخ در پیش کامر داشت با بگیره باقي 5 ليه عم يخافوني عم يخافوني والله شوف انا كلام الله فيه بس هذا قلت 5 على البيت يعني وهذا Koç kime giriyor? 20 riyal, 20 riyal. 20 ريال